درود بینندگان نکته سنج. اینک نمایش نوبتی ما را از دهی زرکنت ناحی پرکنت ولایت تاشکند منظور شما می نماییم. زرکنت از نگاه موقعی جغرافی در منطقه سبز، بلندی و در نزدیکی کوه واقع است. طبیعت زیبا، منظره های دلفریب، فراغتگاه های دامنه کوه آن توجهی هر یک بیننده را به خود می کشد. دیخه زرکنت قریب 2000 سال تاریخ دارد. وقت حاضر در دیهه زرکنت قریب 13000 نفر اهالی زندگی می کنند. در دیخه 4 مکتبی میانه جاری است که به آنها بچگان زرکنت همه‌شان فعال اشتراک می کنند. محفل ها بچه ها بسیار دوام کرده، هم در سپورت در ناحیه در ولایت ها جایهای فخری را گرفته شدند. اهالی زرکنت اساساً باغداری، چارواداری مشغولند. کوچه های زرکنت با اسفالت پوش شدند. نو خانه های بلند 2 قبط 3 قبط ها پوشیده شده شدند. از مهنت خلالی که بی آب همین که حاصلدارهای فراوان میگیرند. اگر کمی آب میشد، آب روان، حاصلداری از این هم زیاد شده، منفعت خلق از این هم زیاد میشد. تاریخ 5 سپتامبر در تمام مکتب ها زنگ اول صدا داد. سال خوانش نوی سال 2022-2023 آغاز شد. شاهدی قید است که الان در 255 مکتب های جمهوری امان فرزندان ما در زبان تاجیکی تعلیم و تحصیل می گیرند. در دوام تعطیلی تابستانه کارهای تعمیر بناهای مکتب عملی گردید. من سال خوانشی 2022-2023 سر شد. این مکتب 2020 سال برپا شد. حاضر خوانندگانم 368 خوانندگانم. معلم خوی معلومات عالی، طایفه خوی 1 دوم طایفه خوب تستاده است. در این مکتب با بچگان همه شرایط خود تیار، مثلا خانه اینفورماتیکا، کیمیا خانش، سعی که با فرزندمان در کار باشد، همین خیلی شرایط خود همه مخیا از طرف پرزیدنتمان و معلمان اعتباری کلان داده شد. این امکانیت ما استفاده برده فرزندمان با تعلیم عالی تیار میکنیم. این سال 29 نفر خوانندگان ختم کردند. اگر در دنیا نبود آموزگار، شود تیره از بیخیرت روزگار. آره، با کوشش، غیرت و شجاعت آموزگاران صاحبان آینده وطن، نسل نورس صاحب علم و دانش می‌گردند. در این باره اولا پدر و مادر، سپس مربیه های کودکستان و در دبستان باشد صاحبان کسبی پرشرف خدمت آموزگاران نظررس است. شوق و هوس با این کسب من فرزندان را خیلی خوب میبینم. میخواهم که فرزندانی من علم گرفته استاده است، تعلیم گرفته استاده است، با وطن با خصلت‌های انسان پروری، وطن پروری آینده خدمت کلان میرسانی فرزندها شده به وای رسیدنش. این نیت مقصد اساسی من می باشد. من با همان کسب شوق داشتم که فرزندانم آینده شاگردانم من را حرمت کرده، عزت کرده، باید با فخر در وطن ما خدمت کردنش را آرزو می کنم. کسب معلمگی استاد این خیلی کسبی با شرف است، چون که فرزندان جج کودک می باشد. اولا از مکتب، از معلمه ابتدایی همه چیزها را می گیرد. انا همه چیز در دوام عمرش در خاطرش یک عمر می ماند. برای همین در همه مکتب تحصیل گرفته همه فرزندان ما آینده البته ما باور میکنیم
به وطن ما خدمت کلان میرسانند. امیدوارم که فرزندان من نه فقط دیخه خودمان را بلکه ازبکستان و آن را شناسیده و ازبکستان جسارت کرده کارهای عزیزی را محترم را اجرا میکرده فرزندان میشود. جماعی آموزگاران مکتب با هم همیشه اتفاق بوده تجربه کاری و زندگی را برای بهبودی تعلیم و تربیه نسل نورس دریغ نمی دارند. شاید از همین سبب باشد در این دهه کسی بیکار یا بیهنر نیست. من در دوام 20 سال به نورسان تعلیم داده آمدم. تا آن حال من در مکتب 14 به نورسان تعلیم دادم. در دوام 2 سال باشد من در مکتب 54 به نورسان تعلیم داده آمده ایستادم. اولین شاگردان من الکی در جمعیت جای مناسبی خود را گرفته بوده است. من خرسندم که شاگردان من به وطن حصه مناسب خود را میگذارند. ما وطنمان را دوست می‌داریم. نیتی ما معلمان از همین عبارت است که به نورسان تعلیم داده به وطن صادق فرزند بودنش را می‌خواهیم. از روزهای اولی خوانش در قرائتخانه مکتب دیدن دانشجویان خوانندگان نشانه خوب است. همه تشنه علمند، زیرا آموزگاران برای فردای درخشان زحمت میکشند، جان فدایند. رسالت خویش تربیت نسل سالم و سازنده و بنیادکار را به جا می‌آورند. دیاری خوشخوایم ازبکستان، زمینی پرسخایم ازبکستان، تراوت‌های خوش زیبندت را ترنم می‌نمایم ازبکستان. به هر کاری اگر دعوت نمایی با امرت جان فدایم ازبکستان. تو را دارم غم و دردی ندارم، بهاری غم زودایم ازبکستان. زیبستان دو چشمی من درخشان، تو نوری دیده خوایم ازبکستان. ضمیر مردمت مهرآفرین است، دری صلح و صفایم ازبکستان. من زادگاهم زرکند را و وطنم ازبکستان را دوست می دارم. من در زبان ازبکی شعر می نویسم. نه زحمتlarga bosh urib bugun mening o'zbek xalqim tinchlikni topdi. Azobli kunlarga yechilib tugun tarixli o'tmishning darchasini yopdi. Ochliklar, qayg'ular bo'ldi molim. Urushlar bo'ldi, tug'yonlar qancha. Mustaqil yurt deya nom olgan elim, bunga yetish oson bo'lmadi ancha. در صنفخانه ها شاگردان به سوی آموزگاران استادان با امید می نگرند. امید و آرزوها را باید عملی گردانید. آموزگار بودن مایه فرحمندی و شادمانی ها باشد همیشه. فردای جامعه از چگونگی فعالیت امروزی آموزگاران وابستگی دارد. چند سال در مکتب کار کردید؟ من یکمین معلم انگلیسی قشلاقی در مکتب سال 1966 آمده باشم تا سال 2000 محنت کردم. یک چند شاگردا برآوردم، شاگردانی که حاضر در همه جبهه های زندگی کرده محنت کردند. در ولایت میگیم، در ریسپوبلیک میگیم، در همه جا محنت کردند. شاگردان دائم بینند با از ته دل سلام علیک کرده پرسپاس میکنیم که قریب خود یک پدر و فرزند بریم همدیگر را حرمت میکنیم. وقتی که ما میخواندیم در مکتب ها تماما شرایط نبود، اما در بچه ها اشتیاق بودند که اشتیاق کرده خواندند، علم گرفتند، به قشلاق کادرهای رسا شده آمدند و قشلاق ها را نغز تربیه کردند. اکنون به نسل نورس همین خیل
تکلیف میکنم که خانهتان این خیلی شرایط نشده است هیچ قشان. اکنون این شرایط به قدرش رسته. من نو مکتب خواه، نو سنف خواه، همه جهازهای مکتبی در مکتب موجود است. همه جهاز چی که لازم باشد همش است. ها کامپیوتر ها دیگر اینا قدر برسته. باید هر یک ما از تخت دل خانیم به خلق ما به دولت ما خدمت کنیم که این رو قدرش رو رسیم. ناگفته نمانیم تاشبیبی دهقان و معلمی اولین دهی زرکند می باشد که امروز شاگردان سرشمارش دوام دهنده کسب اوست. من در مکتب رقم 15 به نام بیرونی قریب 33 سال به صنف‌های ابتدایی درس گفتم. هر سال نو به نو خوانندگان با من می آمدند. تا حال آقا کلان شده و کسب کارهای گوناگون مشغولند. و همسرتون هم معلم؟ نه، همسرم هم معلم. دو معلم در یک عائله زندگی کردنشون چگونه شده صفه جان؟ جدا نه است. باید یک دیگرمون رو میفهمیم و یک دیگرمون یاری میدادیم. تویم همکارانه کار کردیم. فرزندانتون هم کسب شما دوام داده استادیان نه؟ های، یک تا دخترم معلم شده کار میکنه در همان مکتب 15. نبیرم یتش و هم معلم کسب پسیکولوژی رو گرفت. سالهای آخر در کشور ما شماری استراحتگاه‌های طبابتی زیاد می‌گردند. طبیبان اثبات نمودند که استراحت می‌تواند به سلامتی انسان تأثیری خوب رساند و تشویش‌های همه روزه را از بین برد. استراحتگاه ما ماه ایون 6 و کار افتاد. بعد از کار افتادن من حاضر هم 60 نفر یاشخواه و کار تامین کرده شد. من قشلاق خدا ما همشیره، دورتگار، من باغبان ها، آشپز، هر خیل کسبنگ متخصص ها با کار تامین کرد. برای من همین آرامگاهنده دم گرفته ساغلق تکلمش کردن. همه شرایط ها مخیر. هوا تازه، من آب چشمه جدا هم تازه، صفتدار آب ها در من هم قشلاق ما درونده تامین کرده است. احوالی هم من ساناتوری ما هم احوالی تامین کرده است. دم میگیریم ساغلق تکلمش میکنیم که هر یک کارخانه مرحمت تقریب میکنیم. آنده دم گرفته خودش ساغلقش تکلمش کردم و ممکن با قچان وقت یافته یه مرحله بیاد مرحمت. با کار تامین گشتن ساکنان دهه برای بالا بردن سطح زندگیشان خدمت خواهد کرد. همزمان هر نفری که در این آسایشگاه طبابت گرفته است منت پذیر است. من از قشقدر ولایت از دهقانم رایان قرشینه آمدگی. من اینجا به یک هفته شد آمدنم. دردم فارغ شد. هیچ جدا نقص خودم حس کرده خوبم. زرکند ساناتوریش کشو شدهش با جدا خورسند مخوا بتون زرکند اخالش کار با آنده جدا خورسند شده دم گرفتگی آدم ها خدمت کردیم. برای این مستقل یورت باش میخوام و منم شرایط که داده که بتون منم جنگ باشلقا همه رحمت میگیم. اینچنین اکثر زنان و دختران زرکند در سیخ‌های دوزندگی فعالیت میبرند. با این کسب شوق و زیاده دارند. از روی هوس سر و اسرار دوزندگی را از خود نمودند. اینجا من 3 سال باز کار میکنم. این فابریکا شدگی به 5 سال شده باشد. من 3 سال باز کار میکنم. با کسب دوزندگی شغلمش میکنم. اینجا حاضر میخونده 100 آدم کار میکنند. همه آخر این آق ندار خمکا. اولی خوی همه نسای ممنون میخواد. این کسبم فخر لمی میکنم چون که با این کسبم بچه خود نگاه میکنم خودم با کار خوش نغز مسیر خود خوش معامله نغز 2 سال باز کار میکنم مهنجنده. نه مهنجه اونده مسیر خود خودش دخترش با این نغز دونسته یاد داده مهنجه اونده یاد گرفتم. همه چوک اصلا دونسته
astoydil quntgada yod girit hamma cho'k oson hamma cho'kka do'xta birta metonam agar donstigo agar chin dil mehnatkada xudoy xohda hamma narsa mishinamgan hamma narsa yod girta birtan oson ya haftanda xudoy o'zlashtirib mumkin yakta cho'k do'xta uji digim ko'ra nag'is ko'rgizarundan mumkin yakum ashanda hamma ham xato mumkin sarashanda yakum xato guzashtam mondagisi ham digim ko'rib ishda birtanay mumkin. در حدود دهه کارخانه های دوزندگی زیاد است. همه موافق سفارش ها با دوختن لباس های گوناگون مشغولند. در محله 15 نفر زنان ماشینه دوزندگی گرفته دادم. هر یک عائله تدبیرکار موضوعشنده گران دادم. اینها حاضر خداخوشان رو با کار بند کرده با دوزندگی مشغول شده ایستاده است. روزگارشان را با همین بهتر کرده ایستاده است. 80 نفر اهالی محله خودشان را بند کرد. از طرفی مخنت بیرج از طرفش بند کرده گرفت. من بعد برای فراوانی دیخه همه خدمت میکند و همه کمر بسته شده خدمت میکنیم. برپا نمودن باغ‌ها در دهه زرکند با صورت افزون می‌یابد. امروزها در ادرها و بلندی‌ها درختان میوه‌دار و اکثر تاکزار برپا می‌کنند. این یک منظری زیبا، بایگری حقیقی طبیعت، محصول مهنت حلال انسان است و البته خیر آفریدگار و بندگانش. قدرکه حسن و برکتیت. رحمت. چه خیلی حس میکنید وقتی که این تاکزارها رو تماشا میکنید؟ تاکزارها نتیجه کارخانه یه دیده ایستادید من حاضر. امسال بعد نقص آب هایم نقص آمد امسال. این ایرش به تابستان هم نقص بیاد. خدا خواهد همشه با یختان چنده گریم بعد اکسپورت میکنیم این روسیه و اینجا کدام نوعهای انگور هست تاکزار این پولیه حاضر رزمت آتا گفته که نوعش اینجا و این طرف طایفه و این طرف کشمش این طرف سیب هم هست عمومی زمینم 5 هکتار. عادتا من وقتی که زرکند میبیام طرز انگور پروریشون دیگر خیلی شما طرز فرغانه وادی و همه خیلی اصول به پرورش میکننده؟ درست. از کی یاد گرفتید؟ اینا من یک وادی و رفتگمنده دیده آمدم ده یک تجربه کنیم چه گفته همونده نمایان کردم. نتیجه درست هر حال به من دیده استادید امسال این دویم سالش حاضر همه وادی چه کرده من دویم سالش امسال من نتیجه داده استاد. کدام باغ پخته میرسد خدا خواهد؟ این خدا خواهد این سرخ شدم و حل پختگی گفتگیش نیست اینه آدم این سرخ شود بود انگورم پخت گفته بازار گرام میراد بعد این خورده دیده کلینت خو اوه عشق بده از گفته بعد کساد میکند بازار خوبی هم این من خواستم همین انگورم من خواست همین انگورم خام گفته میشد من خام همین یک تا سرش چند کیلو میبیاد اکو؟ این یک تا سرش تو 5 کیلو گچه میبیاد. آفرین آفرین. این قدر حاصلناک شدنش به چی سبب؟ همین پرورش مهر محبت شما می؟ البته این اولا بار میخر در کار میخر غیرت در کار بعد میخنت همش میخنت تو بالا اینه همش میخنت که راحتش میبیند هر دایم. در چند سال به حاصل داد انگور دارتون؟ اینجا حاصل 4 سال به حاصل دادم مگر یک سر دو سر لالم زمین خو آب نخورد دیگه. از کی فایده کردن سر کردید؟ من فایده 6 سال 7 سال گفتن که فایده دیدن سر کردم. و البته شما که اینجا میبینید هر یک انگور کتی به نظرم شما هر یک سر که گازه میبریم هر روز کمشنده 10 کیلومتر هم میرم 10 کیلومتر. یک دیده این حاصلش آدم چه خیلی حس میکنید که روحیتون چه خیلی میشود؟ روز به روز دیدن سر ذوق میگیرید اینا. یعنی کار کردنتون میبیاد این دیدن که کار کنید کار کردنتون عمده میگیرد این انگور دیده. انگورتون هر روز همین خیلی دور زنیدگان برکوی نو در کاری شاخهایی که بیجا شد در همین شمال البته جابجا میکنید. البته این هر یک سر دیده برآمده کدامشو افتاق در کار افتاق میکشیم کدامی افتاق پن نشدن در کار و یه پن نمیکنیم
کدامی اوزان کردن در کاری وقتش ایستادن در کار و طور میکنیم قیشق جا خوشه همسایه هایم مصلحت ها داده میستید می؟ دل شیپانگا میبیاد مسلحت میتیم خود من چند تای اومده وادی استیل دیده رفت است منم میکنم چخیل مسلحت میتید گفت است با تربدیف یکی صاحبکارین صاحب تجربه در دهی زرکند می باشد. برابر انگورها در باغزارش سیبهایش هم حاصلی فراوان داد. از تماشایش کس به ذوق می آید. از تخمزارتون اینجا سیبزارتون رو میبینم که چشم نرسد. این هم بسیار نغز انداخته سن سیبتون. نغز من امسال این کدام نویسید؟ این وای دلشیرسین آوشش. چند هکتار زمین دارید این خیلی بود؟ 1 هکتار سیبم است. این سال همشان هم خیلی انداخت می؟ سیر حاصل می؟ همشان خیلی. باز غیر از سیبزارتون اینجا گفتید که نوکم هست گفتیده؟ نوکم فروخته شدم اینجا و دوشیست گفته که سورتش است. چلک گفته که سورتش است. البته وقتی که حاصلش جمع کرده میفروشید درآمد گرفتن بعد دمگره ها رو بهتر کنه آیله کتی؟ دمگره میرم دمگره رفته استادیم تجربه علمش کردم میرم. من باغ دارید فرزند نیک باغ نیک برای آدم همیشه کدی که کارش موندن در کار برای همین نزدیگر کدی که موندن در کار انا همینقدر مهنت کردید درآمد گرفتید بچه ها را خواندید خانه جادار کردید این کلان موفقیت هم همین باشگانه همش عالی معلومات کرده خلق و خدمت میکرده که انسان قدر رساندم شکر آن میکنم. همین با جوانان چی مصلحت میدید همچون من همینقدر تجربی زندگی دارید؟ بعد مهنت رو یاد دادن در کار همیشه مهنت حلال کردن مهنت از پشت مهنت حلال زندگی کردن البته باشگانم هم آورده هم جسمانی مهنت هم عقلی مهنت هر دوش علمش کننده میستم هر دایم اکور برآمده نراد گفته کار نباشدم آورده کار میکنم ده و خیلی دم روزه آورده کار میکنم. آفرین سلامت باشید و شما البته در این زندگی موفقیت و کامیابی ها تمنا مینماییم. امروزها پیشتاق رسته های بازارهای ما را ناز و نعمت های باغبان و دهقان هایمان بسا زیبا کرده است. دستاوردی حاصلی فراوان از نعمت بزرگ آن خالق یکتا و زندگی پرنشاط شکرانه میگویم. خدا حافظ. دو چشمکی من بسوی تو خط خبرت نیامد از نام من نی به وفا کس بدرت نیامد در دلکم جای تو ای به وفای پر جفا نوری چشمم قامتی نی شکرت نیامد رفتم بس را غیار و دلکی داغی زار زیغمایی تو صد بار این دلکم خون شد جوره جان نه جوره جان مردی میدان نه جوره جان شیرین زبان دردش بجان مرهمی جان نه جوره جان اما صدقه چشمکی جادگرت اما بنده لبهایی چون شکرت یادم که نمیکنی بریزه جگرت یادت نکردم نگوی نکردم خبرت یاره
کی من به سوی تو خط خبرت نیامد از نام من ای به وفا کس به درت نیامد در دلکم جای تو ای به وفای پر جفا نوری چشمم قامتی نی شکرت نیامد رفتم به سراغ یار و دلکی داغی زار زی غمای تو صد بار این دلکم خون شد ای جوره جان ای جوره جان مردی میدان ای جوره جان شیرین زبان دردش به جان مرهمی جان ای جوره جان اما صدقه چشمکی جادگرت اما بنده لبهای چون شکرت یادم که نمیکنی بریزه جگرت یادت نکردم نگوی نکردم خبر